بله هموطن، از صدای موزیک لذت ببر. این وضعیت لودینگ ماینکرافت منه، یعنی هی باید وایسم، هی توی عدد گیر میکنه، یعنی باید بشینم التماسش کنم، برم براش نظر و نیاز کنم، یه گوسفندی بکشم تا این لود بشین. چه وضعش آخه؟ مجانگ پاسخگو باش آقا، من دیگه میرم. چه وضعشه این؟ من دیگه رفتم. 1 و 2 و 3 و 6 و 7 و 8 و 9 12 13 14 15. این هم 16 میل داره. گفتیم 9 تا میل. 1 2 3 یه تورش میزنیم این ور. اصلا جلو معلوم نیست. چه وضعشه آقا؟ جمع کنید کارتون. آجی خیلی تاریکه، من میترسم. چه وضعشه؟ چی ساختی؟ همه میرن توش نمور خفه میشن. چیه؟ آجی فکر کنم داشت شب میشد یهو دوباره روز شد. چقدر تو کندی مگه؟ آقا میام از این وسط بکنیم. ارتفاع رو بچه من مشخص نکنم، ولی ارتفاعمون اینه. خب یعنی ارتفاعمون 1 2 3 و 4 تا بلاک ارتفاع داریم. یه طبقه نصف نیمه بالا هم میتونیم بزنیم و بریم جلو. یه پله خورد رفت بالا. یه چیز عجیب غریبه چرت و پرتی بچه درست کردم که الان از مجامع جهانی میان دست من شکایت میکنه. یه پیککس میزنیم و میریم سراغ ادامه کار. نه این باید اینجا باشه. بیایم بالا. اینجا باید بگم گریه کن هموطن، اصلا اوضاع خوب نیست. شبا که دلم میگیره نمیدونم واقعا چیکار کنم. واقعا نمیدونم چیکار کنم. خب این کابلستون هم بکنیم. واو آیرون، اصلا فکرشو نمی کردم که توی این مدت زمانی کوتاه بتونم آیرون پیدا بکنم و حالا مشکلمون پیککس سنگی نداریم. و الان باید این قسمت که رفتینگ رو اوکی بکنیم. میذاریم اینجا. یه دونه بود آخه چرا؟ یه گاوم بزنیم. باز دوباره موسم، یعنی اصلا موسم من فوق العاده است.